جشن آذرگان جشنی در ایران باستان بود که به شکرانه ایزد آذر یا پسر اهورامزدا در 9مین روز از ماه آذر برگزار می شد. البته هنوز هم به طور پراکنده در برخی نقاط ایران برگزار میشه. با ما در این اپیزود از پس TV6 همراه باشید تا به ریشه ها و آداب و رسوم این جشن کهن بپردازیم. جشن آذرگان در واقع شکرگزاری بزرگ از ایزد آذر بود. ایرانیان باستان مخصوصاً زرتشتی‌ها به آتش فقط به چشم یک وسیله نگاه نمی کردن، بلکه اون رو یک وجود مقدس می دونستن که تجسم نوری بود که از خود خدا یا همون اهورامزدا میاد. در متون قدیمی زرتشتی مثل اوستا آذر رو پسر اهورامزدا می دونن. این یعنی از لحاظ مقام او یک ایزد بسیار مهم و نزدیک به اهورامزدا خدای یگانه هست. طبق باورهای کهن مثل کتاب بندهش، اهورامزدا آذر را از اندیشه خودش و از نور بیپایان آفرید. پس آذر نه فقط گرما بلکه فروغ ایزدی و نظم و راستی هست که در دنیا جاری شده. آذر در واقع یک جور نشانه قابل مشاهده از خود خدا بود و همین دلیل آتشکده ها نه به عنوان محل پرستش آتش بلکه به عنوان محل نگهداری این نور مقدس و انجام مراسم پرستش خدا شناخته می شدند. از جمله کارهای آذر در دنیا مبارزه علیه بدی هست. او وظیفه داره که در برابر دیوها و نیروهای اهریمنی بجنگه و اونها رو شکست بده. مثلا او کسی بود که با اژدهای بزرگ و پلید یا همون آژیدهاک جنگید. خلاصه آذر در اساطیر ایران باستان صرفاً آتش نیست. او تجسم نور، پاکی، نظم، شجاعت و پسر اهورامزدا هست که نگهبان دنیا در برابر تاریکی و پلیدیه. علت اینکه ایرانیان باستان براشون انقدر آتش مقدس بود این بود که کشف آتش برای اونها واقعا شبیه یه معجزه بود و به معنای واقعی به زندگی اونها حیات بخشید و فرهنگشون و افکارشون اینطور بود که هر چیزی که حیات میبخشید رو مقدس میدونستن و آلوده کردن اون رو یه گناه بزرگ میشمردن. همونطور که در اپیزود جشن آبانگان هم اگه یادتون باشه اشاره کردیم که اونها همین نگرش رو نسبت به آب هم داشتن. در دوران باستان آتشکده های بزرگ مانند آتشکده آذرگشنسب، آذرفرنبق و آذربرزینمهر شعله آتششون همیشه روشن نگه داشته می شد. در دوران ساسانی هم اقتدار مذهب زرتشتی و آتشکده های عظیم باعث شد جشن آذرگان به صورت سازمان یافته برگزار بشه. یکی از رسوم مهم در جشن آذرگان پاکیزه سازی آتشکده ها و اماکن مقدس بود. زرتشتیان بر این عقیده‌اند که آتش نیازمند خلوص و پاکیزگی هست و باید ظرف اون محل نگهداری و محیط اطراف از هر گونه آلودگی فیزیکی یا معنوی دور باشه. آیین پاکسازی معمولاً با جارو کردن، شستشوی ظروف، آوردن هیزم یا چوب و تعویض خاکسترهای قدیمی انجام میشد. این موضوع عمدتاً با دعاهای ویژه‌ای که توسط موبدها خونده میشه همراه بود و هدف اون آرامش و تزکیه روح و جسم شرکت کنندگان در فضای مقدس بود. در جشن آذرگان جمعی از موبدان و بزرگان زرتشتی گرد آتش می اومدن و پس از افروختن شعله نو بخشایی از اوستا مانند آتش نیایش و آفرین آذر رو می خوندن.
این سرودها نه تنها شکرگزاری به اهورامزدا و ایزد آذر، بلکه دعا برای پاکی، تندرستی، شور و روشنایی در زندگی بود. سراسر این نیایش‌ها تأکید بر عظمت آتش، نقش آذر در زندگی انسان و ارتباط روحانی اون با الوهیت داشت. سرود آتش نیایش یکی از زیباترین دعاهای اوستایی هست که در این روز خونده میشد. در قسمتی از این سرود میخونیم: ای آذر، ای آفریده اهورامزدا که نگهبان آتش هستی، فروزان باش در این خانه تا رستاخیز بزرگ. بده به من ای آتش آفریده اهورامزدا، روزی بسیار، زندگی بسیار، پارسایی کامل، خوش زبانی و آگاهی، و پس از آن خردی بزرگ و پاینده، و پس از آن دلیری، استواری، هوشیاری و بیداری، و فرزندان برومند، زیرک، نگهبان کشور و نیک کردار. تو این روز انجام دادن هر کار نیک و مهمی رو خوشیوم میدونستن. اگه قرار بود یه کار مهم رو شروع کنن یا در مورد یه مسئله بزرگ زندگی، کسب و کار یا حتی مملکت تصمیم بگیرن، این روز رو انتخاب میکردن. ایرانی ها باور داشتن که مشورت و رایزنی در مورد مسائل مختلف در آذرگان حتما نتیجه خوبی میده. انگار انرژی پاک آتش کمک میکرد تا ذهن‌ها بهتر کار کنند و به نتیجه درست برسند. مثل همه جشن‌های ایرانی، خورد و خوراک و سفره هم جایگاه ویژه‌ای داشت. یه سفره خوشگل مینداختن که پر بود از میوه‌های پاییزی و غذاهای متنوع. بعضی‌ها سفره رو با گل آذریون که یه جور گل شبیه آفتابگردون بود تزیین می‌کردن که نماد این جشن بود. بعد از تمام شدن مراسم هر خانواده یه تیکه کوچیک زغال گر گرفته از آتش مقدس آتشکده یا آتش بزرگ بیرون می آورد. این آتش رو می آوردن خونه و سعی می کردن تا پایان زمستان اون رو روشن نگه دارن. این آتش کوچیک توی خونه نماد پیمان با فروغ اهورامزدا، گرما و برکت برای خانواده بود. این رسم یه جورایی این مفهوم رو میرسون که گرما، نور و پاکی در طول سردترین و سختترین فصل سال هم باید توی خونه و زندگی آدم روشن و زنده بمونه. اگه خاموش میشد بدشگون بود. برای همین میگفتن الهی که اجاق خونت هیچ وقت کور نشه. خلاصه آذرگان یه بهونه عالی بود تا مردم با یه دل شاد و روشن به استقبال زمستون برن.